همه چیز. چطور جهان به وجود اومد؟ اگه واقعا بخوام دقیق شروع کنم، قبل از اینکه سیاره‌ای باشه یا حتی زمان یا هر چیزی که تو داری فکر میکنی، هیچی وجود نداشت. هیچی. فقط و فقط سکوت. یه سکوت مطلق، یه هیچ مطلق. اما بعد توی یه لحظه اتفاق افتاد، یه انفجار شدید که چنان قدرتی داشت برابر بود با تموم انرژی هایی که تو کل جهان حال حاضر وجود داره، حتی بیشتر، که من میتونم دقیقش رو داخل کپشن واسه تون میذارم، حتما ببینید چطور این قدرت مهار شد. وقتی که انرژی بعد از بیگ بنگ پخش شد، این باعث این شد که صورتهای مختلفی به وجود بیاد. اولیش که مطمئنم خیلی از شما میدونید ماده بود، که ماده مثل ستاره ها و سیاراتی که بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن. دومیش تابش بود، مثل پرتوهای زمینه های کیهانی که این به وجود اومد و باعث این شد که یه کنترلی توی قدرت این بیگ بنگ به وجود بیاد. مورد بعدی انرژی تاریک بود. انرژی تاریک همون دلیلیه که باعث انبساط جهان شده و این انبساط جهان فقط به خاطر این انرژی تاریکه. و مخفی ترین صورتی که قدرت بیگ بنگ رو مهار کرد فقط ابعاد پنهان و جهانهای موازی بود، که مطمئن باشید انسان یک روز به این ابعاد دست پیدا میکنه. نظر من اینه که ما بعد از مرگ میتونیم داخل این ابعاد ورود کنیم، ولی باید تلاش کنیم که قبل از مرگ هم بتونیم راهی پیدا کنیم که به این ابعاد ورود کنیم. جهانی که از هیچ ساخته شد حالا داره گسترش پیدا میکنه. حالا سوال اصلی اینه که آیا واقعا ما دوست داریم آزاد بشیم؟ این سوالا همون چیزیه که ذهن کیهانی ما رو همیشه درگیر میکنه و ما اینجاییم تا به دنبال این پاسخ بگردیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو حتما بفرست برای کسی که دوست دارن بدونن این دنیا چطور به